به نام خدا. داستان 3 برادر. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. 3 برادر بودند که از مال دنیا هیچ نداشتند. فعله و مزدور دیگران بودند و هیچ وقت خدا نانشان به نانشان نمی رسید. گفتند برویم و برای خودمان کار کنیم، شاید فرجی شد. از آبادی بیرون آمدند و سر به بیابان گذاشتند. رفتند تا به لب رودخانه‌ای رسیدند. زمین هموار و بی صاحبی آنجا افتاده بود. گفتند همین زمین را شیار می کنیم و هندوانه دیمه می کاریم. خری داشتند، خری را به یوغ بستند و زمین را شخم زدند. اتفاقاً هندوانه کاریشان خوب شد و هندوانه زیادی به عمل آمد. گفتند خوب است 3 بار از این هندوانه را برای شاه عباس ببریم. 3 توری پر از هندوانه کردند و به پشت خر بستند. یکی از برادرها 3 خر را به جلو انداخت و به راه افتاد. در راه که می رفت شاه عباس به جلوش خورد. شاه عباس لباس درویشی به تن داشت. مرد او را نشناخت. سلام علیک و حال احوال کردند. شاه عباس پرسید از کجا میایی و کجا میروی بنده خدا؟ هندوانه دیمه کاشتیم درویش. هندوانه ها خوب شده بود، با خودمان گفتیم برای شاه عباس ببریم، شاید انعامی جایزه‌ای چیزی داد. شاید شاه عباس قبول نکرد. قبول کرده، قبول هم نکرد. به شاه عباس هیچ نگفت. به نزدیک شهر که رسیدند شاه عباس خداحافظی کرد و از بیراهه خودش را به قصر رساند. لباس پادشاهی به تن کرد و روی سردر بارگاه ایستاد. مرد با 3 بار هندوانه‌اش از راه رسید. شاه عباس همین جور که روی سردر بارگاه ایستاده بود صدایش را بلند کرد. های عمو چه کار داری؟ 3 بار هندوانه آوردم قبله عالم، قابل شما را نداره. شاید ما قبول نکنیم. قبول کردید که قبول کردید، قبول هم نکردید همان که در راه گفتم. شاه عباس خندید و گفت ببر به انبار و خالی کن. وقتی مرد هندوانه ها را خالی کرد و میخواست برود، شاه عباس 100 تومان پول به او داد. مرد خوشحال شد، 100 تومان را در بغل گذاشت و رفت. وزیر شاه عباس گفت قبله عالم 100 تومان پول برای 3 بار هندوانه زوره، میروم و 100 تومان را از او میگیرم. نمیتوانی وزیر، خودت را سرگردان نکن. میگیرم، خوب هم میگیرم. اگر میتوانی برو بگیر. وزیر سوار اسب شد و به تاخت خودش را به مرد رساند. هوی عمو به کجا میروی؟ 100 تومان پول به همان مفتی که تو خیال کرده ای نیست. پول 3 بار هندوانه را گرفتم. 3 بار هندوانه 100 تومان پول؟ خیال کرده ای با دسته کورها طرفی؟ پادشاه داد. پادشاه داده اما 3 شرط داره. اگر شرط ها را بردی 100 تومان از تو. اگرم نه 100 تومان را از تو میگیرم و خرهایت را برمیگردانم. عیبی نداره بگو ستاره های آسمان چند تاست؟ او خر سبز را میبینی؟ موهایش را با ستاره های آسمان برابر است. میگویی نه بردار و بشمر. وزیر ماند که چه بگوید. خب حالا بگو وسط دنیا کجاست؟ مرد میخ طویله خر را در زمین کوبید و گفت همین رد میخ وسط دنیاست. از کجا معلوم؟ میگویی نه، بردار قدم کن. وزیر ماند که چه بگوید. برای چه قدم نمی کنی؟ دیدی راست میگفتم؟ حالا بگو ببینم. میگویند وقتی اسب شیهه میکشد ندای آسمان به گوشش رسیده، باید بگویی اون ندا چیست. مرد فکری کرد و گفت گوش اسب کجا و من کجا؟ بیا افسار خرها را بگیر تا سوار اسب شوم و گوشم را به گوش اسب بگذارم، ببینم چه ندایی از آسمان میرسد. وزیر از اسب پیاده شد و افسار خرها را گرفت. مرد سوار اسب شد، شلاقی به اسب زد و به تاخت فرار کرد. وزیر هرچه داد و بیداد کرد صدایش به جایی نرسید. به ناچار خرها را جلو انداخت و آمد در خانه شاه عباس. اسب را چه کار کردی؟ اسب را برد. 100 تومان را گرفتی؟ نه.
شاه عباس از ته دل به خنده افتاد. مرد همین جور که به تاخت میرفت به آبادی رسید. شب جمعه بود و مردم در قبرستان جمع بودند. همین جور که از بغل قبرستان رد میشد زنی به او رسید. سلام علیک کردند. عمو از کجا میایی؟ از دهانش در رفت که از آن دنیا. شوهر مرا ندیدی؟ چرا؟ چه کار میکرد؟ گاواربان بود. آخ به قبر پدرش. در این دنیا گاوچران بود و به همان دنیا هم که رفته باز گاوچران شده؟ حالا که شده. بر نمیگردی به آن دنیا؟ چرا؟ صبر کن تا بروم و از خانه پول بیاورم. زن رفت و با 100 تومان پول برگشت. با آن دنیا که رفتی این 100 تومان را بده و بگو کسب دگری نبود که بگیری که به همان دنیا که رفتی گاوچران شدی. بگو زن از زن کت خدا شده و حال و روزگارش خوبه. چشم. پول را گرفت و به راه افتاد. به آخر قلعه که رسید دید یک نفر کل جلوی آسیاب ایستاده و لباسهایش آردی است. عمو؟ بله. بیا لباسهایمان را عوض کنیم. سوار اسب شو و فرار کن. برای چی؟ مگر خبر نداری؟ از چی خبر ندارم؟ کلها را میگیرن. به کلها چه کار دارن؟ حکم پادشاهه. بنده خدا ساده بود. دست باچه لباسهایش را با لباسهای مرد عوض کرد و سوار شد. در همین وقت کت خدا و چند تا سوار رسیدند که پول را بگیرند. کل شلاق را به اسب زد و اسب تاخت کرد. اینها میگفتند های بگیرید، های بگیرید. بنده خدا همین جور که تاخت میکرد داد میزد. آی من کل نیستم. مرد هم پولها را برداشت و از بیراه فرار کرد. 3 تا برادر ایستادن به پول تقسیم کردن. اگر میخواید داستانهای قشنگ دیگه‌مون رو از دست ندید لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو بزنید که هم سرگرم بشید و هم کلی چیزای جدید یاد بگیرید برای تعریف تو جمع دوستانتون. ممنونم.